Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salınca. Biz de ikimiz kalsak yıldızların altında. ملا صاحب من خدا در پشت لاری گرفته بودم. از اینجا قسم به خوشی تیر می شدم. بعدن از موتور لاری در همین قسمت پایین شدم در اونجا. قسم از سرک پایین در خوردم. وقت داخل سرک دوم شدم باز طرف راست در خوردم. وقت موتور آهسته شد باز من خدا از لاری پایین انداختم. بعدن دیدم که بکسک پولش افتید. از پشتش رفتم صدا کردم بیادر، گفتم بکسکت افتیده، پولت نمیگیری؟ منظورم از همون بکسکش از ملا صاحب. سلام علیکم، خسته نباشین. علیکم السلام. بفرمایین مولا علی. یک موضوع کوچک رخ داده، میشه که کمرای امنیتی یک بار ببینم؟ بله بفرمایین. تشکر. سفدام تا شب حتما میایه بخیر. میایه تشویش نکنین. آیگار بیادر در نان شب امرای ما میباشین نه؟ والا سینان هیچ نمیفهمم. به نظر ما آیگار گفتین که امرای ما عادت کردین نه؟ پس نان شب امرای ما بخورین. والا نمیفهمم. سفدا چی خواد بگویه؟ نه هیچ چیزی نمیگه. شما در قصه کارای اون نباشین. سفدا به کم وقت ضرورت داره. خوب است، یعنی وقت شما قصه میگین باز من بسیار خوش میشم. بسیار حالیست. ملا صاحب بیبی من در پشت لاری هستم. بیبی آدم بکسک خود انداخت. بیبی گفتم که آدم بکسک خود انداخت. اونو جسمم گرفتم و بکسک برش میبرم. بیادری آدم کی اسورا میشناسی؟ اون نجمه کی صبر است. من چون در اینجا چی کار دارم؟ گفت کی صبر است. یادم در کجا می باشه؟ کدام جایی بره بود و باش داره؟ من نظرم که برق شارتی کده. کل خانه را دود گرفته. خدا را شکر که در خانه کسی نیست. کوکسل؟
کوکسال چی شده؟ چی گپ شده؟ این چی وضعیت است؟ چی گپ است اینجا؟ چی شده گفتم خانه ما چی شده؟ خواهر کجاست؟ باشه گفتم آرام باشه. خانه ما آرام برگرفتن. بشنر رو این طرف بیا. خواهش میکنم کمک کنه. ریلا کنه. شما باید پای خبر دادیم لطفاً پس برین خواهش سینان جان میکنم داخل نرو. چی شده بگوین لطفاً. داخل برو. آرام باشه. در قصه مال نشه. لطفاً یکی بگوین آقا یکی بگوین خانه ما به خدا میسوزه. بس از دیگه. کوکسال هیچ در قصه خانه و مال نشو آقا کوکسال. لطفاً آرام باشین. خانم خیریه. آرام باشین. کوکسال یا الله نجات بده سفدا داخل است. سفدا 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 گفتم خواهرم اونجا. اگه خواهرم چیز شود جیگرتون خون نکنم. گفتم خواهرم اونجا. خواهر ولی از خدا یک کس رو نجات بده. گفتم اینای میگم. سفدا خواهر جان یک کس دختر من نجات نفس بده. بیادر. خواهر دختر قنده نفس لالا. سفدا 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 خواهر جان سفدا دختره جان بیادر خواهر سفدا 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 دختر من نجات بده. خواهر یک کس دختر من نجات بده. نجات بده. اویگار بیادر خواهر من نجات بده. اویگار بیادر سفدا 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 تو خوب هستی؟ سفدا سفدا تو خوب هستی؟ عشقم تو خوب هستی؟ تحمل کن بخیر دیگه بخیر سفدا تحمل کن سفدا تحمل کن سفدا نه سفدا سفدا کمک کنه خواهرم خوب است کمک کنه سفدا دخترم خواهرم خوب است سفدا اویگار بیادر چطور است خواهرم زوشای نو بیادی دخترم زوشای دیگه دخترم چشمای تواز کن چشمای تواز کن نفس دخترم چشمای تواز کن چشمای تواز کن نفس بیادر سفدا دخترم خواهرم چشمای تواز کن خواهش میکنم چشمای تواز کن سفدا دخترم سر دیگه کار نمیشم زنگ بزنه خواهر جان سفدا دخترم
لطفا چشمایت باز کن لطفا دخترم چشمای دواز چی میشه؟ سفدا دخترم خواهش میکنم چشمایت باز که دختر قندم دخترم چی میشه سفدا خدایا هزار بار شکرت هزار بار شکرت خدایا شکرت یا الله شکر سفدا بفرمایین چی گپ است؟ حالا بیا دیگه بیادر ملا صاحب تو را پیدا کرد بالاخره پیدایت کردید درست از بیادر از ما چی میخوایی؟ ای از تو است بله از ما است نه از من نیست یعنی که باور کن ما ای را از سرک پیدا کردم از سرک پیدا کرده بیادر تو چیزی را که از سرک پیدا میکنی با زورت توفه میتی؟ چیزایی که در داخلش بود چی شد؟ در داخلش چیز نبود بیادر چیز نبوده راستش در داخلش یک تذکره بود در تذکره چی نوشته بود؟ نامش چی بود؟ بگو برم ما نخوندم بیادر او تذکره کجاست؟ ما نمیفهمم کجاست؟ او را به دیگه کس دادشه بکی؟ بکی؟ با نام صفت با او دادمش آله پیش اوست این صفت کی است؟ چطور پیداش کنم میتونم؟ بگو حالا بگو آیسته آیسته احتیاط کنی خواهر انشالله که خوب هستی نه؟ سفدا خوب میشه دختر قندم خوب میشه تو را چیز نمیشه تو خوب هستی جان مادر خوب هستی نه؟ خوب است مادر تشویش نکنی آیسته 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 خیره تو همراه دخترم باش ما پیش روی میشینم سینان حالا تو دا محترم بالا شو حالا درست است بیادر تو متوجه اینجا باش خدا داد متوجه دروازه باشه یک کس خاص فرار کنم مانیش میشی سعیس ملا صاحب تشویش نکن بیادر صفت کدامتان هستین؟ بیادر یک دفعه داخل شد از اینجا گم شوین خیرت از بیادر نیک را گم کردی صفت کدامتان هستین؟ صفت بیادر نیست برآمد نامت بگو اگه لازم شد خودش پیدایت میکنه گفتم کدامتان هستین؟ تو کی هستی که ما را میترسانی ها؟ اینجا چی جریان داره؟ چی قول مقالک است؟ این رای خدا گم کرده بیادر خیلی صفت تو هستی؟ شاید صفت باشم شاید هم نباشم بستگی به ای داره که چی میخوایی پشت یک تذکره میگردم
همراه ما بیا. سوال درست پرسان کردی. تو چی میخوای بیادر؟ فقط پاسپورت میخوای یا تذکرم هم روش میخوای؟ نه این قسم نیست. اشتباه در کردی. به خاطر چیزایی که در بکسک هست اینجا آمدیم. امروز صبح داخلش خالی شده و به تو تسلیم داده شده. نمیفهمم از کی بوده. تذکره عکسش کلشان از تو میخوایم. اما پلیس هستیم. کسایی که گم شده او را پیدا کنیم و با صاحبش تسلیم کنیم. با جای اشتباه آمدی. ببینین از که در اینجا چی میکنین به ما هیچ مربوط نمیشه. صاحبی بکسک جیبی به ما بسیار مهم است. از او خاطر به نظر ما پول بگی تذکره ربطی که اینجا مشکل خلق نشه. مشکل خلق نشه. چی خوردی که ازم کده نمیتونی؟ در اینجا کدام تذکره مسکره نیست. رایتا بگی و از اینجا گم شو. صحیح است. حالا که پول قبول نکردی در صورت باید رایگان برم پس بدیش. تو کی از سیلا ده باز آمدی مرا تهدیدم میکنی. گم شو از اینجا برو اگه نمیکشمت. گفتم گم شو. سالوره که دی چطور ترسی دارم ترسو. با سرما همرم میکنه. گم شو از اینجا برو. دیگه هیچ وقتی طرف نیوی. گفتم را برو. لوده عالم ساده سی. را برو. دیگه قسم آدم های لوده را داخل اجازه نتین گفته باشو. چی شده؟ کدام چیز از یادت رفت؟ نه کدام چیز یادت تو رفته؟ چی یادم رفته؟ یادت آمد که چی یادت رفته صفت؟ فکرت باشه بعد از یک کسی را که نمیشناختی نترسانی. حاله او تذکره که امروز به دستت رسیده کجاست؟ کلش دوره و کس.
این نیست 1983 دیگرایش کجاستن؟ بیادر وادا امروز کلش ما آمده بود. ببین صفت تو هنوزم نفهمیدی خدا با کی مقابل ساختی. به خاطر پیدا کردن صاحبی تذکره که پشتش میگردم ماشی نیست که فشار ندم. هر کی مقابلم بیایم مغزایش باد میکنم. بیادر قربانت شم نکن. چرا تذکره را سوختاندی؟ والا هیچ ربطی به من نداره. ببین صفت تو از که چقدر با مرگت نزدیک شدی متوجه نیستی. حالا بگوی تذکره از کی است؟ بیادر کارتای آمدن حل میکنم ایام تذکره. من یادم از کجا میشناسم. ارنیکو دمکان ارنیکو بود. این تذکره را از کجا پیدا کردی؟ بیادر یکی از نفرهای ما آورده. شما میخواین مرا در بلا بندازین اولودا؟ گم شو از اینجا برو. بیادر والا که از کی است نمیفهمم. اگر نفهمیدی که از کی است پس چرا سوختاندیش؟ ببین صفت ای آخرین سوال می باشه که ازت پرسان میکنم. دستری تذکره نام کی نوشته بود؟ نمیفهم بیادر والا. نام و تخلصش ندیدم. او آدم یک دفعه دمکان ارنیکو دیده بودم. وقت عکسش دیدم اما هم ترسیدم. اما ما او را نمیشناسم. گفتی دمکان ارنیکو؟ سیفدا چطور استی جان مادر؟ حال خوب استی؟ گفتم که خوب است مادر جان. بیازو دکتران گفتن تشویش نکنین نی؟ خدا را شکر. دخترم بلی از خدا در خانه چی میکردی؟ کم بود که تو را از دست بتیم دخترم. از آقایگار قرض ما زیادتر شده میره. ولی اگه جانتانه در خطر انداخته در بیناتش رفته دختر من نجات نمیدادین باز. بله همی قسمت خواهر. وقت تو را دولت دیدیم وضعیت بابیم مادرم خراب شد. ما هم کوشش کردم که داخل برم اما پلیس ها مانع ما شدن. اما مانع بیادرم شدن نتونستن. بچه های فیلم وارد داخل رفته. این رقم تو را نجات داد که نگو. بسیار تشکر. اگه تو میمردی ما دیگر زندگی کردن نمیتونستم. مولا صاحب ارنیکو کی است؟ خیرت باشه چی شده؟ این دفعه پیلوت همراهیتان نیست؟ تو در قضیه دست داری یا نی؟ کدام قضیه؟ باز شما میخواین چی گل ابهو بتین؟ خدا با کوچی اصلا چپ نزن. تو در اختطاف کردن بیادرم دست داری یا نی؟ درباره کی گپ میزنی؟ پیلوت اختطاف شده؟ بله. دلم سوخته اما با او گفته بودم پشتی کارا را ایلا کنه. حال دلسوزی ملسوزی ربان. اگه کدام چیزی را میفهمی برام بگو. نه هیچ چیز را نمیفهمم. اما بیازو با آدرس اشتباه آمدین. برین از دشمنای سابقش پرسان کنین از منی.
حالا خدا داد زیاد کار داریم، باید از اینجا بریم. خب سعیس ملا صاحب گفت بریم. نه دیگه ایده قضیه هیچ دست نداره، حتی خبرم نداره. هرچی میشه شوام بیادرم پیدا میکنم. مولا صاحب یا آقا پیلوت و بدت بیادر با هم بیادر هستن؟ حتما موتور است. نظر بی که بیادرم میگه حتما بیادرش است. بیچاره او مثل تو بیادر خدا گم کردنه؟ کار سخت از خدا داد. خداوند هیچ بیادر از بیادر جدا نسازه. آمین مولا صاحب. موبایلت بده. بگی مولا صاحب. بله علی هستم. چطور هستی علی؟ یک معلومات درباره از اینکه بیادرم در پیشتر نیکو کار میکرده به دست آوردیم. امکان داره که گپ راست باشه؟ فکر نمیکنم. چندین سال در تقیبر نیکو بودیم. اگه تا یک چیز می بود باز از این گپ خبر می شدیم. درست است. چطور تانسته ادعا کار کنی سارب؟ سیفداد تو میخواستی که سیفداد را بسوزانی؟ نمیفهمیدم که داخل خانه است. آی انسان یک دفعه خوب میبینه. ببین اگه خدای نخواسته سیفداد میمرد اول تو را میکشتم، باز وقت مجبور که خودم میکشتم. چی شده؟ ودت امروز پیش علی رفت. چی میگفت؟ درباره پیلوت گپ زدن. ای که هر دوشون پشت یک نفر میگردن متوجه نیستن، اما علی هر لحظه امکان داره هر چیز بفهمه. نیاز نیست بیشتر از این البته. با او جسد بیادرش البته که دیگه پشتش نگرده. تو هم برو از ودت جدا نشو اکرم. درست است بچه‌شم. سیفدا تو چرا از جایت خستی؟ کمی دگم خواه میکردی. بیا 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 اونجا بشینیم. بیا. اویگار به خاطر من زندگی تا به خطر انداختی، اما به خاطر این کار ده احساساتم کدام تغییری نمیایه. تو خوب فکر نمی کنی که بعد از آوردن عشقت من خودت در آتش انداختم؟ من فقط به خاطر که بدون تو زندگی کردن نمیتونم این کار کنم. سعیس چوب باش. روزی را که به خاطر گرفتن پول آمده بودم چقدر زود فراموشت شد. تو بجای بعد از آوردنم به خاطر از دست دادنم هر کاری از دستت آمد کردی. چی میشه و گپا را به یادم نیار. اقدر خجالت میکشم که هیچ نگو. چطور یک کار کردم میتونم نمیفهمم. بسیار معذرت میخوایم سعیس. توقع ندارم که مرا ببخشی. فقط امی که با فهمی زیاد پشیمان هستم کفایت میکنه. درست هست سیفدا؟ کاکا آمد، منتظر شماست. سعیس میایم. با کدام چیز ضرورت داری که برات روان کنم؟ تو بیشیم از زود پس میایم. هیچ نمیخوایی با فامینی اویگار؟ سیفدا؟ تو چرا از جایت خستی جان مادر؟
من خانه توکچه میرم مادر. با این حالتت امکان نداره جان مادر، امشب اینجا براتون باش. خود گفتم نمیخوایم ده اینجا باشم. سیفدا دخترم گوش کن، آقا اویگار زندگیش در خطر انداخته تا را نجات داد. دقیقه او کم بی‌انصافی نمی کنی؟ تشویش نکنین، فقط از پیش اونه بلکه از پیش شما فرار میکنم. آقا کوکسال، آقا علی آمدن، میخواین درباره یک چیز از شما پرسان کنن. علی؟ علی؟ چرا پدرتون اینجا نامد خانم سیفدا؟ چی کار داری پدرم؟ همراهش گپ میزنم. درباره چی؟ فقط همراه خودش گپ میزنم، همراه شما نی. بله، میخواستی چی بگویی؟ درباره ارنیکو چی را میفهمی؟ نفهمیدم. بیادر گم شدیم. در پیش ارنیکو کار میکده. شاید دیباره کدام چیز را بفهمی. نامش سلیمان هوروغلو است. نه، ای چیز را نمیفهمم. بیازو ما اونا را نمیشناسم. مطمئن هستی؟ بله، مطمئن هستم. یعنی مرکز او قسم آدم ها چی سر کار می داشته باشم؟ صحیح است. میبخشین که مزاحم شدم. شب خوش. علی دخترم کجا میری؟ کتالی گپ میزنم پدر. چی؟ نترسین، درباره شما هیچ چیز نمیگم. علی علی صبر کن. چی میکنین؟ ما باید برم از محترم پایین شوین. ما باید خانه توکچه برم نی؟ فکر کردم حتما میتونین مرام برسنین استاد. ببینین، نمیخوایم دیگه وقتتان جرا بس کنم. حالا لطفاً از محترم پایین شوین. آیی که چی بلا سر ما آمده تو خبر داری؟ هیچ کدامش نمیفهمینی؟ کم بود که من ببرم. چرا؟ چی شده بود؟ در خانه ما فیوز برق در گرفته بود. حالا خوب هستی؟ تو خوب هستم. اویگار نجاتم داد. شفا باشه. حالا از محترم پایین شوین. یعنی تصادفی شد. از اینکه نجاتم داده بازم در بین ما چیزی تغییر نکرده. صحیح است. بیازم من به تشویش نیستم. حالا باید برم، لطفاً از محترم پایین شوین. من باید خانه توکچه برم نی استاد؟ درباره بیادرت کدام معلومات نو به دست آوردی؟ ای به شما هیچ مربوط نمیشه خانم سفدا. صحیح است. پس من در هیچ گپ نمیزنم، درست است؟ چوب می باشم. حرکت کن دیگه. دیگه خواهر؟ نامه را پیدا کردی خدا داد؟ نه خواهر جان، پیدا کرده نتونستم. بهت کمکت کنم. شام بخیر. شام بخیر. ایزگی؟ نه که تو تا حالا مرا تعقیب میکنی، چطور؟ اوف، باز تو چی یاد گفتم میری خدا داد؟ بیبی از دیگه خواهر بپرس.
اول ما آمدم. کی اول آمده بود دویگو خواهر؟ بگو نه به ازگی بگو. ما دواخانه را بسته کردیم جانم، اگه چیزی کار داری سبا بیا. آی دویگو خواهر، او بچه که پیلوت نام داشت. خب او کجا است؟ زیاد وقت شده در منطقه دیده نمیشه. به من چیزگی و به تو هم چی؟ هر کجایی که باشه دیگه. نام اصلیش چیست؟ بگو که او را در صفحات اجتماعی پیدا کنم. نمیفهمم جانم، نامشم نمیفهمم، تخلصشم نمیفهمم. نمیفهمم پیلوتا چه قسم پیدا کنم. آقا پیلوتا بیادرش میپاله. گم شده نه؟ چی؟ تو چی میگی؟ چه قسم گم شده؟ گم شده دیگه. کدام تا او را اختطاف کرده. چی؟ چه قسم؟ در کجا؟ کی اختطافش کرده؟ شب بخیر. علی باید چند دقیقه گپ بزنیم. مشنوام. درباره بیادرت است. همیشه که یک جای بشینیم. بگو. علی یک وقت از تو نمونه خون بیادرت گرفته بودم. بله. اون نمونه با یک نفر مطابقت کرده. تو یعنی بیادر ما پیدا کردی؟ آی تو آرام باش. مطابقت کرده. امکان نداره که مطابقت نکرده باشه. اما چی؟ بیادرم کجاست؟ حالا مرا پیشش ببر. علی متاسفانه اون نمونه خون با یک جسد مطابقت کرده. واقعا متاسف هستم. تو چی میگی ها؟ تو چی میگی؟ بیادر من نمرده. او زنده است. همیاله مرا پیشش ببر. همیاله حالا تاکسی! میفهمین که سیفدا کجاست؟ خانه توکچه رفت. خانه توکچه؟ چرا دایی تو یک وضعیت اجازه دادین؟ آقا کوکسال علی دا باره چی امرایتان گپ زد؟ علی گفتی؟ علی ده اینجا آمده بود؟ بله آمده بود که امرای آقا کوکسال گپ بزنه. مشکل او چی بود کوکسال؟
یگان چیز درباره بیادر گم شدهش از ما پرسید. از تو؟ بله. چی ربطی به تو داره کوکسال؟ بیادرش پیش کسی دیده که من او آدم مشناختم. به خاطری که من او آدم مشناختم از من یگان چیز پرسید. هیچ ربط به من نداره آقا. کوکسال، او آدم از تو چی پرسید؟ مرا پیش ارنیکو دیده بود. ارنیکو او آدم بود که دستور کشتن بچه علی را برم داده بود. ببین کوکسال، علی مثل دیگه انسان ها یادی نیست. کسی است که بسیار خاص کلان شده. تو را در اونجا دیده بود، پس چرا در حقت هیچ کار نکرد؟ با او دروغ گفتم قرض گرفته بودم. گفتم از این خاطر به اونجا آمدیم. من امرا اینا هیچ ربط ندارم آقا. من از پیشان پول قرض گرفته بودم، باز پرداخت نتونستم، از اون خاطر مرا اینجا خواستن. مرا بسیار لط کردن. باز او وقت شما اینجا آمدیم. کوکسال، تو چطور ده این کار آغشته شدی ها؟ قسمت بعدی. بیادرم، بیادر جان، بخیستی ده خرم. بیادرم. چرا چیرشی قسم شده؟ در جایی که کار میکرد اونجا آتش سوزی شده بود. اختطاف شده. کی اختطاف شده؟ آقا پیلوت پدر. ما او تو که بیادرم پیدا کرده نتونستی. پس کی پیدایش کرده و کشتش آقا کرد؟